مستعمره که تحت سلطه بلژیکی ها بوده. میگه از این 49 میلیارد و 530 میلیون دلار 46%ش تقریبا نصف این پول در دست 4% جمعیت بلژیکی بود فقط. متاسفانه آمارهایی داده میشه که وحشتناک، فاجعه است عزیزان. میگن اگر ادرار مردم امریکا رو بگیریم، ادرارشونو بدیم افریقایی ها بخورن، از گرسنگی نجات پیدا میکنن. که اینا توی ادرارشون گلوکوز اضافی دارن، اونا از بیخندی دارن میمیرن. نیست دستگاه ویدیو پروژکتور، عکسای بهتون نشون میدادم شب خوابتون نبره از گرسنگی مردم افریقا. انحصار وجود نداره؟ کی میگه وجود نداره؟ انحصار در اوج خودش امروز در دنیا در حال اجراست. کی میگه نیستش؟ بهترین و مرغوب ترین زمین های کشاورزی افریقا در دست اروپایی هاست. اون بدبخت فقط عمله اون زمینه، زمینی که کشور خودشه. یهودیان چه کردن در ایران خبر دارید؟ در دشت قزوین چه اتفاقی افتاد؟ همین سبزوار خودمون 40 سال پیش دور فلکه مادرش، میدون مادرش اومدن گفتن تنه چوب، میگفتن جهودا اومدن تنه چوب درخت گردو 10 برابر قیمت میخریم. اون روستاهای شمالی سبزوار که به سمت باغجر و افچنگ و نمیدونم اون طرفاست، همه رو گرفتن، تنه های درخت رو بریدن، مردم آوردن به اینا دادن. به اینا دادن 5 سال بعد یا یه گردوی جدید اومد تو بازار به نام گردوی اسرائیلی. انحصار وجود نداره؟ بعد از جریان قتل عام ایرانیان که 40% جمعیت ایران به خاک و خون کشیده میشن، احد و ناسی خبر نداره از 1914 تا 1917، چنان زمین ها خالی شد، کشاورزی مرد، اومدن جهودا هکتار زمین خریدن، عملگی میکردن مردم. فئودالیسم آنچنانی بر کشور ما حاکم شده بود، همه عمله های اربابا بودن. انحصار وجود نداره؟ کی میگه وجود نداره؟ مورد بعدی متوازن نمودن تولید و تزریق سرمایه در بازار کاره. این نگاه اسلامه. اسلام میگه پولو برای چی نگه میداری؟ پول تو دستت، قرض بده. جالبه بدونید قرض دادن در سیستم اسلامی مستحب، قرض گرفتن مکروهه. در سیستم اسلامی مردم باید دنبال بگردن بگن خدایا میشه یه نفر پول قرض بخواد من به تو قرض بدم نه به این. و من یقرض چی آیه داریم؟ فمن یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه. من به شما قرض نمیدم، به شما قرض نمیدم، طرف میگه من به خدا قرض بدم، فیضاعفه، چندین برابرشو بگیرم. از این طرف قرض گرفتن مکروه که تنبل بار نیاد، طرف بیار بار نیاد بره پول قرض بگیر از این اون. پول اصلا تو خونه موندن درست نیستش که. برای اینکه پول رو نگه نداری، انباشته نکنی، ربا به وجود نیاری، پول رو بتونی باش کار بکنی، میگه اگه 1 سال به پول دست نزده باشی باید 1/5 بدی به من. چی؟ خمس. نمیگه با پولی که کار کردی، میگه اون پولی که بهش دست نزدی رو باید خمسشو بدی. یعنی بنداز تو بازار کار، تو بازار سرمایه. امروز عزیزان سرعت گردش پول عنصری اساسی تو مباحث اقتصادی است. کسانی که اقتصاد خوندن میدونن سرعت گردش پول خیلی مهمه، حتی مهمتر از عرضه و تقاضاست به عقیده بنده. شما 1000 تومان پول داری، شما 1 میلیون پول داری، 1 میلیون میری مبل میخری، مبلیه اون 1 میلیون پولدار شده دیگه، یه پولی اومده دستش، میاد چیکار میکنه؟ میره باهاش گوشت میخره، خونه میخره، ماشین میخره، رو هم جمع میکنه، پولای دیگه هم که گرفته فلان. اونی که نونوایه بلند میشه میره کفش میخره، کفاشه بلند میشه میره نرم تیراهن میخره، تیراهن مثلا شما چی بودی؟ شغلت بقال بوده، اون پول دوباره برمیگره تو جیب تو. چه اتفاقی افتاد؟ شما مبلدار شدی، او گوشت خرید، او یکی نون خرید، او یکی کفش خرید، اون یکی اومد از سوپرمارکت تو خرید کرد، با همون پول چرخیده. سرعت گردش پول افزایش پیدا میکنه. اصلا خدمت شما عرض بکنم برای چی امروز بانکداری جهانی به سمتی داره میره که از سیستم اعتباری استفاده کنه؟ پول دستی نشوری بشین تا صبح پول نشماری که من 10 میلیارد تومان جدا کنم. نه آقا، بیا خرید بکن. تو دستگاه پوز 1 دقیقه خرید میکنه، میگه برو من از شما خریدمو انجام دادم، بدونی که یک اسکناسی بخواد این ور اون ور بشه. خودکفایی جهانی صورت میگیره.
امروز کاری رو که حالا در بخش کشاورزی خواهم گفت، سیستمی رو که ژاپنی ها در مزارعشون پیاده کردند، از 1895 تا سال 2000 جمعیت ژاپن 150% رشد داشته، اقتصاد و مشاغلش و کشاورزیش 300% رشد داشته. یعنی چی؟ جمعیتی که 150% رشد داشته، اقتصادش 300% رشد داشته، مردم 2 برابر ثروتمند شدن. سیستمی رو که ژاپنی ها پیاده کردن که تازه معصوم نیستند، اگر اجرا بشه در دنیا، آماری که بهتون بدن تعجب میکنید. جمعیت کره زمین چقدر؟ 6.5 میلیارد که 1 میلیارد و 800 میلیونش از گرسنگی مفرط دارن. برای 90 میلیارد جمعیت کره زمین غذا تولید کرد. نگید نشدنیست، جوکه، باور نکردنیست، شدنیست، دستهای تو کار نمیذاره. امروز امریکایی‌ها گندم تولیدی خودشونو، اضافه تولیدشونو میریزن توی دریا که قیمت گندم بالا بمونه، بتونن گرون بفروشن. از اون طرف تو سومالی طرف داره از گرسنگی میمیره. انحصاره. توزیع درست درآمد شکل نگرفته، توزیع مناسب تولید شکل نگرفته، مردم به شدت مصرفگران و از طرفی دیگه دست گذاشته شده بر روی نیازهای مردم. کار به جایی برسه که در کشور جمهوری اسلامی تو برج میلاد بستنی سرو کنن، روش پودر طلا بریزن. ها که چی؟ ها پودر طلا میخوره، به چه مرگش میادین؟ جذب بدنش میشه، یه آدم میشه، اثر روش میذاره. حالا کیم بگیم کمی ذائقه‌تون عوض بشه، این طلا فروشا خیلی کارشون درسته. جایی که دستاشونو میشورن طلا فروشا، بعضی از طلا فروشا برید میبینید آبو میریزن توی سطل، میگن طلا، پودر طلا، این دستمون کشیدیم رو طلا، رو دستمون میمونه، اینه که بشوریم بعدن آب رو میجیشونن، از تون طلا بیرون میکشن. باید ببینیم این بابایی که بستنی ها رو میخورن کدوم دستشویی میرن. این فاجعه است عزیزان. نخندید، به خدا قسم کسانی هستن که به خدا قسم دارن برای اندازه یه لیوان گندم زنده نگهشون میداره، دارن میمیرن. تو دنیا داره این اتفاق میفته. پیامبر میفرماد او همه ثروت‌ها را به طور مساوی تقسیم میکند و غنا و بی‌نیازی دلهای امت محمد را لبریز میسازد و عدالت او همه را در بر میگیرد. ندا دهنده ندا میدهد هر کس هر چه میخواهد بیاید ببرد. میگه هیچ کی نمیره. یه نفر بلند میشه میره در تق در خونه خزانه دار، میگه من پول میخوام، میگه هر چی میخواد بار کنی ببر. یک کیسه طلا برمی‌داره زورش نمیرسه، خالی میکنه، بعد میره بازم سنگینه، بعد میگه تو این همه امت چرا من یه نفر اومدم، ولش کن منم نمیخوام. جامعه شناسا، روانشناسا برید بپرسید، میگن این امر یک امر خطرناکه. تو برخی از جامعه‌ها بذار بدونید تو بعضی از جاها اجازه نمیدن یه ثروتمند با ماشین خیلی مدل بالا بره پایین شهر. میگن تو بری اونجا اینا ندارن، هوس میکنن، نمیتونن چیکار کنن، به دزدی میافتن، به قاچاق میافتن. چه اتفاقی داره میفته در برخی از نقاط نسبتا فقیرنشین شهر بزرگ خودمون تهران؟ طرف میدیدی تا دیروز 8 گرم 9 بوده، یهویی آقا یه ماشین 5 میلیونی سوار میشه. میگه این چیکار است این بابا، چجوری اینو خرید؟ میگه آشپزخونه داره. ما هم ساده فکر میکردیم آشپزخونه داره یعنی تهیه غذا، اینا قرمه سبزی قیمه میده به مردم. با جون مردم داره بازی میکنه، کراک شیشه تولید میکنه توی خونه، میره به خورد مردم میدن، به خورد جوون مردم میدن، بیچاره میکنن یه خانواده ای رو. خدا وکیل همین کسایی که اینجا نشستید، نگاه میکنی میبینی هر کسی تو فک و فامیلش با یه واسطه و یه بی واسطه یه معتادو داره. این فاجعه است. یک خانواده رو کمرش رو میشکنه این مسئله، تمام خانواده درگیر یک نفر میشن. اون روز یه بابای به من زنگ زده، میگه پسرم معتاد اومده، مرغ اشخام و جفت بودن، یکی از جفتاش ورداشته برده فروخته. به پرنده تو قفس رحم نکرده. میگه آچار فرانسه پیچ گوشتی هم از جوابزارم ورداشته برده فروخته. این سطح توقعات به هم میریزه عزیزان. در باب تکنولوژی، آیا ما نیاز به تکنولوژی خواهیم داشت زمانی که شما طی الارض دارید؟ ماجرایی رو بیان میکنه. ببینید عزیزان، اینا جوک نیست که من دارم برای شما میگم، اینا اتفاق افتاده. میگه که حضرت سوره سبا آیه 12 میگه در صبح مسافت 1 ماه رو میتونست حضرت سلیمان بره با بادی که در اختیارش قرار داده بودیم. 1 ساعت یه آدم چقدر میتونه راه بره؟ 1 فرسخ.
خب راه بره 6 کیلومتر. ها 6 رو ضرب در 24 کن، ضرب در 30 کن، ببین چقدر میتونسته راه بره تو یک ماه. سرعت رو حساب بکنی 6 کیلومتر میشه 4320 کیلومتر بر ساعت سرعت. چی داره الان؟ کدوم هواپیما همچین سرعتی رو داره؟ الان با همین هواپیمای خوب مسافر بری تو کشور میره 800 کیلومتر سرعتشونه. 4320 کیلومتر سرعت. تازه اگه بخوای این رو سواره حساب کنی، فاصله که توی ما میره سواره حساب بکنی، میره میزنه رو 14000 کیلومتر سرعت. وقتی اشاره میکنه که میگه ما باد رو در اختیار سلیمان قرار دادیم، بعد اشاره‌ای در روایاتمون داره که میفرماد حضرت سلیمان، ببینید یه نکته جالب، توی ژاپن داره سیل میاد، تو سومالی خشکسالی میشه. درسته؟ اگر همون ابر اضافه بارششو بیاره اینجا بباره مشکل حله. اینم غذا داره اونم غذا داره، او آسودگی داره اینم آسودگی داره. در امریکا طرف از بس خورده مشکل اضافه وزن دارن، این طرف توی آفریقا دارن از گرسنگی میمیرن. او از اضافه خوردن مریض شده، این از نخوردن مریض شده. امام زمان میاد عدالت برقرار میکنه. این امر شدنی است روی زمین. یعنی فکر نکنید حتما معجزه خواهد کرد، در این شکی نیست، اما فکر نکنید حتما نیازی به معجزه های آنچنان نیست. خیر، یک مدیریت صحیح میخواد، یه آدم میخواد که حرفش برش داشته باشه و کل جهان به حرفش گوش بکنن. یه صلوات نعت بفهمید. صلی علی محمد و بعد بعدی که بسیار بهش اشاره شده و این که امام زمان فقر رو از بین میبره، بحث کشاورزی و گرسنگی است که در ادامه همین بحث مباحث اقتصادی ماست که من واقعا فاکتور گرفتم چون دمدم اذانه. اینا هر کدوم یه جلسه سخنرانیه. امام زمان ریشه کن میکنه تمام فقر رو. یک نمونه شما نمیتونی فقیر پیدا بکنی روی کره زمین، یک دونه پیدا نمیشه. برای دوا بخوای، برای دارو بخوای استفاده کنی، اینقدر فقیر نمیتونی پیدا بکنی روی کره زمین. اینا اشاره شده. اما امروز شما ببینید در سومالی چه خبره، در اتیوپی چه خبره، در سودان چه خبره، در آمریکای جنوبی چه خبره، در آسیای میانه چه خبره، در هندوستان چه خبره. میگن آقا بحث رشد جمعیت رو مطرح میکنن، میگن رشد جمعیت باعث فقر بوده. به خدا قسم دروغ دارن میگن. یکی از گزاره هاش رشد جمعیته. امروز شما میدونستی تراکم جمعیت در هلند بیشتر از چینه؟ یعنی شما مساحت چین هم در نظر بگیر، جمعیت 1 میلیارد خورده چین رو تقسیم میکنی به مساحتش، تراکم جمعیتی کمتر از هلنده. هلند از ثروتمندترین کشورهای دنیاست که تونسته بحث فقر رو حل بکنه عملاً. اگر سیستمی که هلند در مورد کشاورزی اجرا کرد ما اجرا بکنیم، اینا رو که دارم میگم خدا وکیل از کتابای خودشونه، میگه برای 30 میلیارد جمعیت کره زمین ما میتونیم غذا تولید بکنیم. سیستمی که فقط هلند اجرا کرده. آبیاری صحیح، زمین رو زیر کشت بردن. در کتاب The Life Nature Library صفحه 167 ماجرای ژاپن رو اشاره میکنه که از 1885 تا 1885 تا 2150% افزایش جمعیت داشته که عرض کردم میزان تولید مواد غذایی 300% رشد کرده. یعنی 2 برابر ژاپنیا ثروتمند شدن و اگر این سیستم اجرا بشه 90 میلیارد نفر کره زمین میشه غذا داد. امروز برای من و شما عجیبه هندوستان با خاک حاصلخیز که میگن هرچه دهنه در میاره میندازی درخت میشه، فقر داشته باشه. به خاطر ناکارآمدیه، به خاطر عدم مدیریته. رفتم شمال گیلان خودمون، رضوان شهر، توی اونجا میبینم باغ کیوی خیلی آخه جالبه، یه لوله هایی رو اینجوری میذارن، شکل باغ جلب توجه کرد. گفتم اینا چیه؟ گفتم کیویه. گفتم چیکار میکنی؟ گفت دیگه نمیکاریم. گفتم برای چی؟ گفت میان از ما میخرن کیلو 150 تومان. گفتم بابا ما همین تو تهران باید 2 تومن پول بهش بدیم. مدیریت صحیح نمیشه. جالب، صاحب باغ بلند شده اومده تهران، داره تو آب و فاضلاب کار میکنه، کارمند آب و فاضلابه. خدا شاهده، خدا رو گواه میگیرم. عید بود ما اونجا بودیم، این نیمه دوم عید بود یا نیمه اول خاطرم نیست، این که برگشته بود بچهش چنان با پدر تو این چند روزی که تعطیل بود، اون 7-8 روزی که خونه بود اخت شده بود، بابای کرف این مریض شد، پدر مجبور شد مرخصی بگیره برگرده.
یه دختر بچهش فقط پنجشنبه جمعه برگرده به هر هفته پنجشنبه جمعه برگرده بره گیلان که بتونه خانواده‌شو ببینه، زمین حاصلخیز زیر دستش بشه. باورتون میشه تو گیلان این اتفاق بیفته؟ مشکل کمابی داره گیلان، اونجا بندگان خدا دنبال آفتاب میگردن. این سوء مدیریت ها، این میگن میوه از دست کشاورز تولید میشه تا به دست مصرف